اگه بهت بگم که داری هر روز یه کاری میکنی که آکیوتو میاره پایین، باور میکنی؟ 90% آدما حتی نمیفهمن که با انجام دادن اون کارها آکیوشون پایین میاد. شاید تو هم یکی از اونا باشی. قراره تو این ویدیو 3 تا عادت یا 3 تا سرگرمی بهتون بگم که با انجام دادنشون آکیوتون میاد پایینتر و حواستون رو پرت میکنه. که اولین موردش همون گوشی توی دستته. بله، اسکرول کردن و فضای مجازی باعث میشه که دوپامین مصنوعی وارد بدنت بشه و از انجام دادن کارهای طبیعی یا دوپامین های طبیعی زده بشی و حتی حوصله نداشته باشی که انجامش بدی، مثل کتاب خوندن یا انجام دادن کارهای خیلی معمولی که اصلا خسته میشی از انجام دادنش و حوصله انجامش رو نداری. برای همین دیگه نمیتونی حتی 10 دقیقه یا 5 دقیقه روی یک کار تمرکز کنی و زود خسته میشی و حس میکنی که حوصله انجام هیچ کاری رو نداری و اینها همش از دوپامین های مصنوعی هستش که وارد بدنت میکنی که اونم از اسکرول کردن یا فضای مجازیه. دومین چیزی که داره نابودت میکنه و دومین عادتیه که میخوام بهتون بگم کمخوابیه. درسته، خوابی که جدی نمیگیریش. کم خوابی فقط خستگی نیستش که روی بدنته، در اصل داره مغزت کوچیک‌تر میشه. اثراتی که میشه از کم خوابی گرفت، یعنی خواب کافی نداشته باشی، اینی که نمیتونی تصمیم گیری کنی و بین چند تا تصمیم میمونی. حافظت ضعیف میشه، سریع هر چیزی که میخونی از یادت میره و به حافظه بلند مدتت نمیرسه. تمرکزت به هم میریزه، نمیتونی توی یک چیزی فوکس کنی. سومین عادتی که میخوام بهت بگم که تو رو نابود میکنه و آکیوتو میاره پایین‌تر، چند کارگیه. یعنی تو چند تا کارو میخوای همزمان با همدیگه انجام بدی و به هیچ کدوم هم نمیرسی انجام بدی و حتی نتیجه‌ای هم نمیگیری و انتظار داری که وقتی داری چند تا کارو با همدیگه انجام میدی نتیجه سریع بگیری، که این اشتباهه و اصلا همچین چیزی نمیشه. تو فکر میکنی که حرفه‌ای هستی و داری چند تا کارو با همدیگه انجام میدی، اما واقعیت اینه که اصلا به نتیجه‌ای نمیرسی و داری اشتباه میکنی. هر باری که داری تمرکزتو میشکنی یعنی داری به مغزت یاد میدی که ضعیف‌تر بشه. اگه تو بتونی این 3 تا عادت رو کنترل کنی و بیش از حد استفادهشون نکنی، میتونی جلوگیری بکنی از عوارضش. یعنی تمرکزت برمیگرده، ذهنت قوی‌تر میشه و از 90% آدما جلوتر میافتی. اما مهمترین سوال اینه که تو قراره مثل بقیه بمونی یا متفاوت باشی و رو به جلو حرکت کنی. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و جذاب بوده باشه. حمایت یادتون نره تا ویدیوهای بعدی. فعلا.